سلام دوستان، امروز میخوام راجع به یه قابلیت خیلی باحال توی نرم افزار رکورد باکس باهاتون صحبت کنم. قابلیت آتو میکس یا میکس پشت سر هم موزیکا به صورت اتوماتیک و بدون دخالت اپراتور. خب این کجا به درد میخوره؟ یک زمانی هستش که دیجی میخواد یک استراحتی بکنه، یک بریکی بده و میتونه پلیلیستش رو به صورت اتوماتیک پخش کنه و آتو میکس کنه یا آتو دیجی کنه. همچنین بعضی موقع مثلا برای وارماپ یا مثلا صرف شام و شروع مجلس میخواد این کار رو انجام بده و یک پلیلیست رو انتخاب کنه و اون رو به صورت اتوماتیک پخش کنه. همچنین خب بعضی هم هستن که برای یک حالا دور همی یا هر چی که هستش میخوان چند تا موزیک پشت سر هم بدون اینکه قطع و وصل کنن موزیک رو پخش بشه. برای استفاده از قابلیت آتو میکس میایم اینجا توی رکورد باکس دو تا دایره اینجوری که درون هم حالا قرار گرفته رو این رو انتخاب میکنیم و برای اون کلیک میکنیم. زمانی که ما این کار میکنیم باعث میشه که پنل اتومیکسمون به ما نشون داده بشه. توی این پنل اتومیکس ما میتونیم حالا بعد موزیکامون اینجا وارد کنیم. دو صورت ما میتونیم عمل کنیم. یکی این که میتونیم تک تک از روی پلیلیستمون دونه دونه موزیکا رو بگیریم و درگ دراپ کنیم، یعنی بگیریم بکشیم پرت کنیم بندازیم تو این پنل، تو این قسمت. یا اینکه با زدن دکمه کنترل کیبورد چند تا از این موزیکا رو با هم انتخاب کنیم که الان من 4 تا موزیک رو انتخاب کردم، گرفتم کشیدم انداختم تو این آتو میکسر. خب الان من با زدن این قسمت و خیلی راحت میتونم آتو میکسمو پلی کنم، اجرا کنم. این باعث میشه که ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید دوتا موزیک که منو لاد کرد، اوکی، کراس فیدر رو برده اینور و اینکه این قسمت ها رو مشخص کرده. کاری که تو این روش انجام میشه یه سیمپل کات و یه سیمپل فید ساده با کراس فیدر. زمانی که موزیک به این قسمت میرسه و داره تموم میشه موزیک ای من، اتوماتیک خودش میکس میکنه و میره این قسمت توی موزیک بی من و یعنی این آهنگ به این آهنگ منتقل میشه، دوباره این آهنگ به این آهنگ و این آهنگ به این آهنگ. هم به همین روش این کار انجام میشه. ببینیم با هم. خب بلا فاصله بعدش چه اتفاقی میفته؟ بلا فاصله اتوماتیک آهنگ بعدی رو لاد میکنه تو دک A و دوباره از اینجای موزیک اگه تموم بشه، موزیک حالا بی ما هستش تموم شه، میپره میره در حقیقت این اول موزیک ای ما، یعنی اتوماتیک دوباره اینها رو با هم میکس میکنه. خیلی قابلیت باحالیه. حالا اینجا ما میتونیم با زدن این قسمت تمام این پلیلیستمون رو پاک کنیم و با این قسمت که علامت دیسک است میتونیم آتو میکسمون رو سیو کنیم و بعداً بیایم چیکار کنیم؟ لودش کنیم. وقتی که این سیو رو بزنم اینجا به من میگه که اسم آتو میکس تو انتخاب کن و من مثلا حالا اینجا قرار میدم سپهر DMC آتو میکس و اینو سیوش میکنم که دیگه اینو همیشه من توی کالکشنم، توی این ور توی فولدرام دارمشون و میتونم این سپر DMC آتو میکس رو انتخاب کنم و ازش استفاده کنم. خب برای آموزش های بیشتر به پیج من DJ سپر DMC مراجعه کنید و اونجا مطالب آموزشی خیلی خوبی رو براتون گذاشتم. حالا یه آپشنی ما داریم اینجا. اگر این قسمت رو بریم، این ستینگ آتو میکس هستش. توی این ستینگ آتو میکس چی میگی؟ خب اولین گزینه ریپیت میکنه پلی بک رو، یعنی همینطور این چرخه ادامه پیدا میکنه. دومی رو اگه بزنیم تصادفی آهنگا رو با هم آتو میکس میکنه. خب سومی رو اگه بزنیم میگه زمانی که من روی یک ترک دبل کلیک میکنم، خب که فقط توی پلیلیستم، درست شد، اتوماتیک روی دک بعدی لود میشه. پس با دبل کلیک میتونم هر کدوم از لیست آتو میکسم و اتوماتیک بیام و انتخاب کنم. فقط یه دبل کلیک نیاز داره. خب
اینجا بحث آتو کراس فیدر منوال استارته. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم که الان حتما موزیک A ما برسه به اون نقطه‌ای که آتو میکس میشه و بعد میکس با موزیک B و وسط کار شاید بخوایم این رو قطع کنیم. خب اینجا چند تا گزینه داره. میگه استارت کن آتو کراس فیدر رو زمانی که ترکم رو دکی که استنبایه یا حالا ویت هست، یعنی من موزیک A هم رو دارم پلی میکنم و موزیک تو دک A داره پلی میشه. اگه من از اینجا یه موزیک بگیرم پرت کنم و بندازم روی دک B یا لود کنم تو دک B، از همونجا اتومیکس انجام میشه. خب دومی میگه زمانی این کار رو انجام بده، خب که بحث لود شدن دیگه نیست، بحث استارت شدنه. یعنی به محض اینکه این ور داره میخونه، خب A داره میخونه، ما نمیخوایم برسه به این آخر و میخوایم از وسط موزیک آتومیکس بشه. خب این باعث میشه که من اگر این ور رو پلی کنم، استارت کنم، این ور همون موقع اتوماتیک آتومیکس میشه. خب و گزینه آخرش هم که اصلا آتو کراس فیدر منوال استارت رو دیزیبل میکنه و حتما اتوماتیک این کار انجام میشه. یعنی شما صرفا این آهنگ تموم میشه میره تو آهنگ بعدی، آهنگ 2 تموم میشه میره تو آهنگ 3 و 3 تا 4 و الی آخر. خب من اولین گزینه رو میذارم، میگم هر موقع لود کردیم اینتراپت کن، یعنی قطع کن، برو توی یه ترک رو لود کردیم برو توی ترک بعدی. ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. خب این دک هم هستش، الان دک فعال من این هست، میخوایم از این اتومیکس کنیم توی این دک، ببینیم چی میشه. خب دیدین دیگه منتظر نمون تا این آخر بره، همینجا به محض اینکه من موزیک رو پرت کردم، درگ کردم، دراپ کردم، اینجا بلافاصله اتومیکس هم شروع میشه. حالا بریم سراغ گزینه بعدی که گفتیم چی میشه زمانی که پلی بشه. خب حالا این ور من پلی میکنم، ببینید زمانی که من این ور رو دک بیمو پلی کنم اتومیکس از همونجا شروع میشه. ببینید دیدیم به محض اینکه من استارت کردم اتومیکسم شروع شد. پس گزینه اولمون زمان لود شدن اتومیکس شروع میشه، گزینه دوممون زمان استارت شدن. این از این موضوع که میتونیم انجام بدیم. نکته‌ای که خیلی مهم هستش، ببینید وقتی که ما اتومیکس کنیم روش میکنیم دیگه اون بحث میکس حالا به قولم حرفه‌ای خودمونه که نداره و یک میکس خیلی ساده حالا یه اصلا سیمپل کراس فیدر انجام میده. کاری که میکنه بی پی ام های دو طرف فقط یکسان میکنه، بی پی ام های دو طرف رو یکسان میکنه و یک سیمپل کراس فیدر ساده انجام